و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما را به این روز مبارک، روز عبادت، روز راز و نیاز با خدا، و این روز سید الایام تبریک و تهنیت میگویم. هزاران شکرش خداوند را که ما را به این روز با سلامت رسانید و در این مکان مقدس جمع نمود. و ثانیاً از خداوند مهربان دعا میکنم برای یکایک شما و خاندان شما، اولا عمر دراز و توفیق بندگی، و ثانیاً رزق فراخ و موفقیت در کسب و در کارتان خداوند نصیب سازد. و موضوع صحبت من با توفیق خداوند و با فتح و کشایش او امروز در فضیلت رمضان و آداب و احکامی که رمضان برای ما و شما دارد و فقها در کتاب‌های فقهی بیان نمودند، و میخواهم امروز موضوع صحبت خود در این باره با شما عزیزان بیان کنم، تا اینکه شما و شنوندگان این نوارها، میبینم اکثر شما در دست تلفن ها دارید برای نوشتن صحبت ما. خوب کن توفیق تانتید که این نوشته ها رو برای خودتان میبرید یا برای دارای دخلدار، هر دوش هم توفیق شما دو وابسته است. اما یک چیز میگم که من از این بردن شما هم حراس ندارم، جای ترس من فقط الله هست. و اگر مقصدتان نوشتن و خبر دادن به اداره های دخلدار باشد، از خدا ترسید و به جان خودتان جبر نکنید. فقط همین قدر گفتنی هستم، و الا من جای حراس ندارم. به هر حال حساب احجازده بود که حساب مشهور در جای ماست، اگرچه شریعت این اعتبار هم نمیگیرد، زیرا که قرآن و حدیث ما و شما را امر کرده است به روزه گرفتن وقتی که ماه نو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. رسول بزرگوارم میگویند صوموا لرؤیته. شما روزه دارید وقتی که هلال ماه مبارک رمضان ببینید. از همین سبب از همه شما خواهش میکنم، این وظیفه بندگی است. شما میتوانید ماه جستجو کنید از جای آفتابشین. اگر بعد از شام یا در وقت شام ماه شما در فضا خردکک دیدید، انشاءالله رمضان است و همون شب شما تراویح خوانید. اگر رفت و بگاه دوشنبه ماه دیده نشد، هوا ابر باشد، هوا غبار باشد، باز هم اسلام عزیز برای ما احکام هم بیان کرده است از زبان پیغمبر بزرگوار: فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30. رسول بزرگوار میگن اگر هوا ابر باشد، هوا غبار باشد، شما ماه دیده نتانید، شعبان 30 پر کنید، رمضان میشود، زیرا ماه از 30 زائد نمیشود. رمضان ماهی است که فرستاده شد در او قرآن، و
وقتی که کلمه ماه که فارسی است، عربی او شهر است، این ردی عقیده کسانی بود که شاید 70 سال 80 سال با تبلیغات زهراگین خود فکرهای شما عزیزان و شاید هم امروز این تو کجدمهای زیر بوریا به صورت انسان، به صورت معلم و به صورت پیداگاگ در جامعه باشد، به صورت روزنامه نگار، فکر شما را عاید رمضان ویران کنند. من خود که مکتب میانه خواندگی هستم، معلم های داشتیم. من با گوش خود شنیدم این منبر رسول خداست، به اون معلم ها دروغ نمی بندم. اونها برای ما استاد بودن، آخر که با خوب شدن، خدا رحمتشان کنه، نمازخوان شدن و مسجدی شدن و باز نماز جنازه خطی به قبرستان رفتن. لیکن در ایام جاهلیتشان مثل امروزه حکومتدارا، مثل امروزه ژورنالیستا، مثل امروزه ایدئولوگ ها، اونها هم فریب خورده بودند. برای تمسخر ما روحانی‌ها می گفتند که رمضان 3 روز است و ملاها و ایشانها اون 3 روز گم کردند، بنابر مردم تا 1 ماه روزه گرفتن امر کردند. این تو شاید شما هم شنیدگی باشید، چرا این سخن در زبان هر کدام حکومتدارای اون زمان بود، ایدئولوگ های اون زمان بود. خدا نکنه ماه روزه که می آمد، گزیته ها و خارپشتک ها چه رسمه های را در تحقیر روزه و روزدارا و شماها پخش می کردن. خدا جزاشان تیاد. انشاءالله که اونها جزاشان دیدن، اونها از جامعه شرمندوار دفع شدن، اما مع الاسف حال اونها به اینهاش امروزهاش عبرت نشد. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک بی نور. چرا عبرت ز پیشینان نگیری، و زندانی جهالت تشنه میری. خداوند به خاطر رد ان همون آدم ها آغاز آیه را به کلمه شهر شروع کرد. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، ماهی است که فرستاده شد در او قرآن. قرآن چه کتاب است؟ بارها صحبت در این موضوع شده بود. قرآن چه کتاب است؟ ایشان مولا محمود جان مفصل ساعتها در فضیلت قرآن و معجزه بودن قرآن صحبتهای داشتند. در نوارا هست، مع الاسف امروز پخش این نوارها هم منع شد و حتی فروشندگان اونها را براشان دیلی جنایی کشاده می شود. قانون جنایی جمهوری مانده باز یک پونکت نوعی و جای داده شد، این باشد فروشی نوارهای خوابی دیای خادگری دینی و اسلامی. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خداوند بیانی روزه کرد و روزه از کی؟ برای هر کدام ما و شما خوانندگان قرآن و شنوندگان قرآن، بندگان حقیقی خدا شروع می شود. خدا گفت کسی از شما، ببینید که کسی از شما گفت، فرق ندارد او ملاست ایشان است، فرق ندارد او جوان است و پیر است، فرق ندارد او پسر است و دختر است، فرق ندارد که او پیرزن است و پیرمرد است،
فرق ندارد که او بای است و کمبغل است، فرق ندارد که او صاحب حکومت و منصب است یا دهقان و کمبغل است. هر کس خدا گفت از شما، زیرا همه موجودات این عالم مخلوق خداست و همه بنده و فرمانبردار الله است. فمن شهد منکم الشهر، بس هر کدام از شما ماهی نو را در شب اول رمضان دید، خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. این صیغه فلیصم امر است، امر بالام، امر غایب بالام معلوم است. خداوند به ما و شما به واسطه این صیغه از هر کدام ما فاعلها، روزدارها، روزگیرها، سپارش روزه گرفتن کرد. هر کسی که اقرار داره بنده خداست باید فرمان پروردگارش اجرا کند، باید در کدام سطح و مقام نباشد، زیرا این پاست و منصب ها، این ثروت و بایگری ها، این انسان هایی که صاحب اونهاست در پیشگاه خدا قدر ندارند. همه اونها برابر بنده خدا هستند، همه اونها محتاج به رحمت خدا هستند. فرمان ان همون خداست. کسی هم روزه میگیرد به خدا فایده نیست، کسی هم روزه میخورد به خدا زیان نیست. لیکن روزدارها بندگان فرمانبردار خدا هستند، خدا فرمانبردار فردا مکافات نیک میدهد. روزخورها قانون شکنان حکومت خداوندی هستند. مثل امروز قانون شکنان رو میدانید جزاشان چیست؟ روزخورها در هر سطح و مقام باشند قانون شکنان خداوند هستند. خداوند قانون شکنهاش حتما سخت‌ترین جزا میدهد. انا من المجرمین منتقمون. بنابراین خدا چه گفت؟ فلیصم، باید روزه دارد. عزیزان من، شما وظیفه دار است خاندان خدا، بچه و دخترای خدا، دخترچه ها را از 9 ساله بالا، پسرچه ها را از 12 ساله بالا امر به روزه کنید. شما پدرها وظیفه دار هستید. خداوند شما را از این فرزندان دادگیش فردا میپرسد که فرمان منو به جا آوردن، روزه گرفتن. یا شما عزیزان منتظر هستید سالهای نفقه برای را، منتظر هستید که نفقه برآمدم، موی سفید شدم و سانی جیلک میپوشم و بعد مسجد میروم، از آن روز سرکرده بر روزه میگیرم، از آن وقت سرکرده بعد توبه میکنم. خدا توبه بخش است، توبه را قبول میکند، میبخشد. اگر هم تو گمان کنه، بازم به شما میگم که این گمان خطاست، این خیال خطاست. همین هفته من 3 جنازه، یکی جنازه جوان 14 ساله خواندم، یکی جنازه جوان 18 ساله خواندم، یکی 23 ساله. همین هفته توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. فضل دین دادر عروس ما، خدا صبر اشتیاد همراه با خاندانش، پسرش خیلی جوان خوب بود، دانشگاه ملی میخواند. امسال امتحانای سالانش باباهای اعلی همش سپارید. چگونه من استاداش در جنازه بودن گفتن همراه با همکرسای خود برای خاطری
شرکت کردنی در توی یکی از همکرساشان میرن کلخازآباد، نماز جمعه را در کدام مسجد میخوانند هر پنجش. الحمدلله که امروز در دانشگاه های ملی با وجود فشار و تعقیب حکومت دارا باز جوانای ما نماز میخوانند. خداوند موفقیت نصیبشان کند. بعد از خواندن نماز جمعه به همون قشلاقی که توی هست نزدیک میشوند، کنل کلام بود از آب. خوب رفیقان میگن جا آب بازی کنیم سلخین شویم، بعد از آن میریم. 22 سال جوان آب بازی میکنن. این 4 نفر از آب زنده میبرد سلامت، او 1 نفر دادر عروس ما میرد زیر آب. 4 روز پس مردش یافتند. ببینه جوانای عزیز، و هم مثل شما بارین، مثل همون روز خورا بارین. الحمدلله که او روزدار بود، او از خرسالیش پایبندش احکام شریعت بود، او شهید شدگی است. او هیچ خیالش نبود که وی میمرد، او هیچ خیالش نبود که از اونجا جسدی در زیر آب 4 روز ورم کردش میبیارند. او خیال نداشت که میره و دو از اونجا خبری مرگی فاجعه ناکی او رو پدر و مادر شنیده اشک میرزن. این خیالش نبود. مثلش هر کدامی من شما باری. من این سخنه برای بیدار شدن شما جوانا میگویم، برای بیدار شدن روزخورهای بی نصیبه میگویم. از اوس مردش آوردن. نبر رسول اکرم چه گفتن؟ هلک المصوفون، هلاک شدن کسانی که فردا و پس فردا میگویند. فردا را توبه را فردا گذاری، عمر فردا را که دید. بنابراین خدا چی گفت؟ روزه دارید. هر کدام از ما و شما باید روزه گیریم. وقتی که سلامت هستیم، تن صحت هستیم، الحمدلله. وقتی که عقلمان بجاش است، عقل سالم داریم. وقتی که در خانه مقیم هستیم، وقتی که کارهای وزنینی طاقت فرسان نمی کنیم، ما باید روزه داریم. ما باید فرمان خدا را اجرا کنیم. ما باید در پیشگاه خدا از جمله بندگان مطیع و فرمانبردار باشیم که خداوند از ما مباهات کند، افتخار کند بر ملائکه هاش. فلیصم. بازم میگه این فرمان رئیس جمهوری کدام دولت پر اقتدار نیست. این فرمان رئیس ناحیه نیست. این فرمان رئیس جماعه نیست. این فرمان وزیر انوده و کگبی نیست. این فرمان خالق آسمان و زمین است. همون خالقی که شب گذشته اندک زمین لرزاند، از خانه هاتان دهشت زده بیرون برآمده. همون خدا را فرمانش است. خوب میخواهی طاقت غضب این خدا داشته باشی، روزه تخور مثل فرعون. ببین چه دنیا انتقام گرفت. میخواهی فرمانبردار خدا باشی، خوشا به حالت. این دنیا ده هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. در قبر هم سعادت و خوشبختی در انتظارت است. فردا در بستانسرای بهشت ضیافت الله برایت آماده است. پروردگار در حدیث قدسی میفرماید الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است، بندگان من به خاطر اجرای فرمان من روزه میگیرند. خدا گفته ایستاده است. ببینه این اضافه تشریفی است. خدا میگه روزه را من فرمان دادم. روزه را بندگان من به خاطر اجرای فرمان من میگیرند. روزه را بندگان من به خاطر احترام من میگیرند که معبودشان هستم.
برای آنکه خدایشان هستم، برای آنکه خالق و آفریدگارشان هستم، برای خاطر آنکه رزاق و رحمدل و مهربانشان هستم، به خاطر این روزه میگیرند. خب به خاطر من روزه میگیرند. خدا میگه و انا اجزی بهی، من مکافات روزشان میتیم، من پاداش روزشان میتیم، من ثواب روزشان میتیم. یا الله،